قماربازی دیگری که جوانان تاجیک را فریب می‌دهد. ای پنجشیر، ای کسی که خود را برگزار کننده کنکورس مینامی، اما در حقیقت با فریب جوانان ساده‌لوح تاجیک آنان را به سوی قمار و حرام دعوت می‌کنی. آیا نمی‌دانی که خداوند متعال در آیه 90 سوره مائده قمار را رجس، یعنی پلید و از اعمال شیطان معرفی کرده است؟ قمار نزد خداوند همانند شرابخوری و بتپرستی است و گناهی بزرگ است. پس تو چگونه شب و روز در شبکه‌های اجتماعی و فریب جوانان مشغولی؟ آیا از خداوند نمی‌ترسی؟ آیا نمی‌دانی که روزی باید پاسخگوی اعمال خود باشی؟ برادران و خواهران، آیا ارزش دارد به خاطر چند پول پلید دنیا و آخرت خود را تباه کنیم؟ این زندگی فانی است، اما آخرت باقی است. پولی که از راه قمار به دست می آید حرام است و برکت ندارد. خطابم به جوانانی که در این برنامه ها شرکت می کنند. شما نیز مسئول هستید. اگر بلیط قمار می خرید، شما هم شریک گناه هستید. مبادا فریب تبلیغات ننگین را بخورید. دنیا زود می گذرد، اما حساب و کتاب آخرت باقی است. از الله بترسید و از این راهی خطرناک دوری کنید. امروز توبه کنید پیش از آن که دیر شود.